میگیم زینب کبرا سلام الله علیها. حضرت زینب کی بوده؟ مثلا خواهر قریبم، نمیدونم زینب عزیزم مثلا باشه، خواهر قریبم زینب. اما از زینب کی بوده؟ یه خانمی حالا مثلا خیلی مظلوم واقعا، محرم قراره که ما الان براشون گریه کنیم اینا. از زینب برای که محرم براش گریه کنیم. یه زن وارد دربار عبیدالله میشه. خب مثلا 2-3 روز قبل تمام کسان او رو به شهادت رسوندن، اونم با چه شکلی، در چه بازه زمانی، اونم کیا. وارد میشه عبیدالله نشسته اون بالا، اینا وارد میشن. اون خانم ها دور حضرت زینب سلام الله علیها، این خانم های اسیر دستا در قل و زنجیر اینا رو میارن. حضرت زینب طوری سرشو میگیره بالا و خانم ها دور رو حرکت میکنن. عبیدالله احساس کنه این دیگه کیه، مثلا اسیر که انقدر طمطراق نداره که، میگه که من انت، تو کی؟ نگاهشم نمیکنه. دوباره میگه من انت، باز میگه من انت. حضرت نگاه، بقیه میگن آره این زینب دختر علی ابن ابی طالبه. خب عبیدالله نشسته عنوان حاکم اون بالا، خانم دست توی قل و زنجیر، این اسیر و اون مثلا الان حاکمه دیگه. عصبانی میشه که اینجور تحقیر شده. حضرت به توجه نکرد، میگه که الحمدلله که خدا خوب تو کربلا شما رو ذلیل کرده اینا. حضرت میگن که خدا رو شکر که خدا ما رو عزیز داشت، اونی که ذلیل شد غیر ما بودن. احساس میکنه نه بابا انگار جای اسیر رو حاکم داره عوض میشه. میگه یه چیزی بگم، زنه دیگه، عواطفش رو تحریک میکنم. 2-3 روز پیشم که این مصیبت‌ها رو دیده شروع میکنه گریه کردن، خورد میشه. میگه کیف رأیت صنع الله باخیک و اهل بیتک، کار خدا رو با داداشت و اهل بیت چجور دیدی؟ خوب همه رو خدا زد داغون کرده اینا. حضرت میگه و ما رأیت الا جمیل، من که جز زیبایی چیزی ندیدم. این زن با این شرایط 84 تا زن و بچه رو داره جمع و جور میکنه. نونی که به خود روزی یه نون بهشون میدادن، اونم تیکه میکنه میده بچه‌ها، انقدر خودش میخوره که فقط نمیره. وارد دربار یزید میشن، دور تا دور اون همه نامحرم نشستن. برمیگرده به یزید میگه که تو کی؟ تو فرزند کسی هستی که توسط جد من آزاد شد. همه اسیر بودن، بهشون گفتن انتم الطلقاء، برین آزادی. این که من دارم با تو صحبت میکنم این از هوان دنیاست، این از چرخش روزگاره، ولی اصلا شأن تو، این شأن من این نیست که بخوام با تو حرف بزنم. تو کی؟ بعد حضرت میگه که هر کاری بلدی بکن، مثلا جهد تو بکن، بس سعیک و ناصب جهدک، هر کاری بلدی، فکت کیدک، هر کیدی، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو هر کاری بکنی ذکر ما رو نمیتونی فراموش بسپاری و وحی ما فراموش نخواهد شد و نخواهد مرد. خب الان کی اسیره کی؟ بعد از زینب این شکلی پرداختیم تا وقتی اسم میاد یاد یه شیرزن بیافتیم که رفت یه نفره بساط یزید رو جمع کرد برگشت، یا نه یه خانمی که همش مثلا از زینب گریه و اشک و خب بابا ما اگه میگیم الگو، بعد میگیم الگوی ما حضرت زین، تعریف کن. یعنی بچه‌ها از حضرت زینب یک تصویر واقعی، داستان حضرت زینب کامل بگو. حالا شما بچه‌ها بگین حضرت زینب کی بوده؟ یه خانمی که خیلی مصیبت ازش شد، تفلک اینا. بابا اون بعد رشادت حضرت زینب و صلابتش خیلی وحشتناکتره و پررنگتره، تا مصیبتش هم بگو، اما اونو چرا نمیگی؟ حضرت زینب برای چی از مدینه تبعید کردن؟ رسید مدینه شروع کرد افشاگری، دیدن این شهر رو داره به هم میریزه، اینا رو بگو.